سلام، خسروی هستم، مدرس بیوشیمی دانشجویان داخل و خارج از کشور. امروز با یک مبحث دیگه از بیوشیمی در خدمتتون هستم. با من همراه باشید. خب امروز میخوام در مورد هضم و جذب کربوهیدرات‌ها براتون صحبت بکنم. ابتدا با یه مقدمه شروع میکنم. خب ببینید، مقدار مصرف روزانه کربوهیدرات‌ها حدود 50 تا 100 گرم هست برای جلوگیری از کتوزیس و تجزیه پروتئین‌های عضلانی توصیه میشه. اما حدود باید 40 تا 60% کالری رژیم غذایی متعادل از کربوهیدرات‌ها تامین بشه. اما کربوهیدرات‌هایی که در غذا وجود دارن شامل نشاسته هست. خب نون رو داریم می‌بینین که اغلبش خب نشاسته است، ماکارونی و لاکتوز هست که توی در حقیقت شیر و محصولات لبنی وجود داره. ساکاروز هست که خب قنده که هستش که در شکر و عسل وجود داره و سلولوز هست که توی در حقیقت گیاهان وجود داره. حالا سبزیجات و میوه‌جات ما سلولوز رو میبینیم، یعنی در حقیقت فیبر غذا هست. اما تنها مونوساکاریدها هستش که از دستگاه گوارش جذب میشن. پس بنابراین اولین مرحله از هضم و جذب کربوهیدرات هیدرولیز پلیساکاریدها مثل نشاسته، مثل گلیکوژن و اولیگوساکاریدها و دیساکاریدها هست. محل هضم و جذب کربوهیدرات خب ابتدا در دهان هست و بعد در روده باریک که هضم صورت میگیره و جذب در حقیقت اتفاق میفته. اما هضم در دهان ببینیم، خب یک آنزیمی داریم در دهان که آنزیم آلفا آمیلاز بزاقی هست که اسم دیگهش پتیالین هست که عملکرد آنزیم هیدرولیز پیوند آلفا 1 و 4 هست و این که میاد و در حقیقت نشاسته رو میاد تبدیل میکنه به مالتوز، مالتوتریوز، ایزومالتوز، دکسترین ها و نشاسته. اما توی دهان لاکتوز، ساکاروز و سلولوز بدون تغییر باقی میمونن. اینجا ساختار در حقیقت شما نشاسته رو میبینید که به فرم در حقیقت آمیلوز هست و آمیلوپکتین هست که آلفا آمیلاز میتونه اثر داشته باشه. حالا آلفا آمیلاز بزاقی میتونه باشه یا اینکه آلفا آمیلاز پانکراسی باشه که آلفا آمیلاز بزاقی بر روی آمیلوز میاد و مالتوتریاز، مالتوز ایجاد بکنه که در حقیقت این آلفا آمیلاز میتونه بر روی پیوندهای در حقیقت آلفا 1 و 4 میتونه اثر بذاره و قسمت داخل آمیلوز رو میتونه تجزیه بکنه، پیوندهاش رو. در قسمت این اول یا بهتر بگیم دو سر نمیتونه اثر داشته باشه. خب مالتوتریوز ایجاد میکنه که 3 تا در حقیقت گلوکوز هستش که وسیله پیوند آلفا 1 و 4 به هم دیگه متصل هستن. مالتوز رو میتونه ایجاد بکنه که در حقیقت پیوند 2 تا گلوکوز هست که توسط پیوند آلفا 1 و 4 به هم دیگه متصل هستن. اما در مورد آمیلوپکتین، چون آمیلوپکتین هم در حقیقت دارای پیوند آلفا 1 و 4 هست و در شاخه‌هاش پیوند آلفا 1 و 6 داره، یه مقدار وقتی که اثر میذاره آلفا آمیلاز روش میاد دکسترین ها رو ایجاد میکنه. حالا شما اینجا برای شما در حقیقت دکسترین های محدود رو برای شما نشون داده که دکسترین ها در حقیقت اولیگوساکارید هایی هستند. وقتی که محدود میاد یعنی این هستش که در حقیقت یه سری اولیگوساکارید هایی هستند که دارای شاخه هستن، حداقل یک دونه شاخه باید داشته باشن. اما اگر دکسترین گفتن خب یک اولیگوساکاریدایی هستش که بدون شاخه، شما این شاخه رو در نظر ندارید. اما وقتی که غذا وارد معده میشه ما حقیقت هضم کربوهیدرات ها متوقف میشه. به دلیلی چی؟ به دلیلی که آنزیم آلفا آمیلاز بزاقی وقتی که وارد معده ما میشه pH اسیدی هست و اونجا عملکرد خودش ما دیگه نداره، یعنی عملکردش متوقف میشه. پس بنابراین توقف هضم کربوهیدرات ها در معده صورت میگیره. اما هضم به حساب کربوهیدرات در روده خب
ادامه پیدا میکنه روده باریک که ابتدا خب 12 هستش که ما اونجا آلفا در حقیقت آمیلاز پانکراسی رو داریم که وارد 12 میشه و اون هم مانند آلفا آمیلاز بزاقی میتونه هیدرولیز بکنه پیوند آلفا 1 و 4 رو و اونجا هستش خب ممکن است اگر نشاسته بدون تغییر باقی مونده باشه به مالتوز، ایزومالتوز و مالتوتریوز میاد تبدیل میشه. حالا ممکن است اون دکسترین باشه که تبدیل بشه به مالتوز، ایزومالتوز و مالتوتریوز و خب لاکتوز و ساکاراز و سلولوز هستش که بدون تغییر باقی میمونن. اما هست در روده باریک ادامه پیدا میکنه و ما آنزیم هایی رو داریم که در سطح در حقیقت اصطلاحی اپیتلیال رودهمون یا برش بوردر ها که در حقیقت آنزیم های دیساکاریدازی هستند شامل مالتاز، ایزومالتاز یا آلفا دکستریناز اسم دیگریش هستش، لاکتاز و سوکراز یا اینورتاز که این عملکرد آنزیم خب بسته به نوع پیوندش اون ترکیبی که اثر میذاره روش خب متفاوت هست. مثلا در مورد مالتوز اگه داشته باشیم که دو تا گلوکوز هست که به وسیله پیوند آلفا 1 و 4 به هم دیگه متصل هست، این آنزیم مالتاز هستش روش اثر میذاره و مالتوز رو میاد تبدیل میکنه به دو تا واحد در حقیقت گلوکوز. در مورد ایزومالتوز که دو تا گلوکوز هست که وسیله پیوند آلفا 1 و 6 به هم دیگه متصل هستن، آنزیم ما ایزومالتاز هست یا اسم دیگرش آلفا دکستریناز هست. در حقیقت ترکیب دیگه یا دیساکارید بعدی ساکاروز هست که توسط آنزیم سوکراز یا اینورتاز هستش که میتونه روش اثر بذاره و اون رو تبدیل بکنه به گلوکوز و فرکتوز. لاکتوز هست توسط آنزیم لاکتاز هستش به گالاکتوز و گلوکوز میاد تبدیل میشه که میبینید که پیوندی که در حقیقت گلوکوز و گالاکتوز دارن پیوند بتا 1 و 4 هست و اینجا ما یک دارویی داریم به نام آکاربوز که آروی آکاربوز میاد و خب برای افراد خب دیابتی میاد تجویز میشه که قند خونشون بالا هست. این میاد و چیکار میکنه؟ مهار میکنه آنزیم آلفا آمیلاز پانکراسی رو و آلفا گلوکوزیداز روده‌ای رو که در نتیجه هضم و جذب گلوکوز غذایی رو کاهش میده، در کاهش قند خون موثر هست. اما برسیم به جذب مونوساکاریدها. خب ما گفتیم که جذب مونوساکاریدها در روده کوچک اتفاق میفته و در اونجا خب انواع ناقلین در غشا وجود دارند در حساب سلول‌های اپیتلیال روده. یکی از ناقلین که در حقیقت جذب مونوساکاریدها تاثیر داره انتقال دهنده های در حقیقت گلوکوز سدیم هستش، ناقلین گلوکوز سدیم هستش که در حقیقت اسم دیگهش خب SGLT هستش، حالا T1 هست در روده در حقیقت کوچیک که ببینید که گلوکوز و گالاکتوز رو همراه با سدیم داره منتقل میکنه، وارد سلول‌های در حقیقت اپیتلیال روده میکنه. و دومیش انتقال دهنده های گلوکوز هست، گلات ها هستن که تاثیر دارن روی جذب مونوساکاریدها که خب اینجا گلات 5 رو ببینید و گلات 2 رو در قسمت بازولترال در حقیقت سلول‌های اپیتلیال روده میبینید. اما برسیم به انتقال دهنده های گلوکوز سدیم یا SGLT1 هستش که در قسمت در حقیقت سطح مجرایی یا لومنی سلول‌های اپیتلیال روده قرار گرفتن که اینها مکانیزم عملکردشون هستش که انتقال فعال ثانویه در جهت خلاف شیب غلظت هستش به فرم هم انتقالی با سدیم هستش که حالا گلوکوز یا گالاکتوز رو همراه با سدیم ببینید که وارد سلول‌های در حقیقت اپیتلیال روده میکنه و این انتقال فعال ثانوی هست به دلیل اینکه این شیب غلظتی که برای سدیم ایجاد میشه، چون سدیم در حقیقت داخل مجرا زیاد هستش در داخل سلول‌های اپیتلیال کم هست، این شیب غلظت رو برای سدیم این پمپ سدیم پتاسیم تامین میکنه و انرژیش خب توسط این تامین میشه. این ناقل انرژیش یعنی انرژی که ATP که این پمپ داره صرف میکنه در حقیقت به صورت ثانویه باعث این شیب غلظت سدیم میشه که گلوکوز و گالاکتوز رو در خلاف جهت شیب وارد سلول‌های اپیتلیال روده بکنه. خب
ناقل خب گلوکوز و گالاکتوز هست، این SGLT1. اما یک SGLT2 هم داریم که این در توبول‌های کلیه قرار گرفته و در بازجذب گلوکوز نقش داره و در این مورد یک مهار کننده هایی هستن که استفاده میشن به عنوان دارو برای افراد در حقیقت که دیابت دارن که قند خونشون رو کاهش بدن، که داروهایی به نام گلیفلوزین ها هستن که اینها استفاده میشن. در نتیجه گلات در حقیقت SGLT2 رو میان مهار میکنن و وقتی که این ناقل رو اومدن مهار کردن، پس بنابراین در بازجذب گلوکوز دچار اختلال میشه و وقتی که این دچار بازجذب گلوکوز دچار اختلال شد، میزان قند خون چه هستش کاهش پیدا میکنه. اما در مورد انتقال دهنده های گلوکوز یا گلات ها که مکانیسم عملکردشون انتقال تحصیل شده هست در جهت شیب غلظت هست و خب اینها مستقل از در حقیقت سدیم هستن، یعنی وابسته به سدیم نیستن، که اینها خب ببینید دو تا در اینجا به حساب نقش داره که یکی در حقیقت من اینو بکشم پایین که مشخص بشه که در حقیقت گلات تو هستش که اینجا میبینید. گلات تو در حقیقت در قسمت این قشای بازال یا قشای در حقیقت پایه این سلولهای اپیتلیال روده قرار گرفته و در وقتی که گلوکوز و گالاکتوز حالا از طریق گلات 5 فرکتوز هم وارد شد در سلولهای اپیتلیال روده، این در حقیقت میاد و این مونوساکاریدها وارد خون میشن توسط این گلات تو و بعد خب محل ناقلم گفته در قشای بازال یا قاعده جانبی هستن گلات تو. اما گلات 5 هستش که عمدتاً نقش در انتقال فرکتوز داره. حالا اون دوتای دیگه هم منتقل میکنه، اما بیشتر کارش این هستش که فرکتوز رو بیاد منتقل بکنه. از قسمت لومن روده هست که وارد سلولهای در حقیقت اپیتلیال رو روده بکنه و خب البته توی انتقال فرکتوز به اسپرماتوزوئید ها نقش داره و خب یه چیزی که در مورد این فرکتوز هست، جذب فرکتوز نسبت به گلوکوز و گالاکتوز آهسته تر صورت میگیره، اما سرعت متابولیزم شدن فرکتوز بیشتر از گلوکوز و گالاکتوز هست. اما برسیم به اختلالات مربوط به هضم و جذب کربوهیدرات ها که یکیش عدم تحمل در حقیقت لاکتوز هست که به علت کمبود لاکتاز به وجود میاد. ببینید اینجا لاکتاز خب گفتیم توسط آنزیم لاکتوز توسط آنزیم لاکتاز میتونه به گالاکتوز و گلوکوز تبدیل بشه. خب حالا اگر احیانا در داخل روده کوچک شخصی دچار کمبود آنزیم لاکتاز باشه یا نقص در عملکرد آنزیم لاکتاز باشه، در نتیجه لاکتوز دیگه تبدیل به گالاکتوز و گلوکوز نمیشه، همونجا در حقیقت به صورت دست نخورده باقی مونه لاکتوز و لاکتوز میاد وارد چی هست؟ وارد روده بزرگ میشه. تو روده بزرگ توسط باکتری هایی که وجود دارن در روده بزرگ میتونه در حقیقت تجزیه بشه این لاکتوز و تبدیل بشه به حالا متابولیت های 2 کربونه، متابولیت های 3 کربونه و گازهای دی اکسید کربن و گاز در حقیقت هیدروژن رو ایجاد بکنه و این متابولیت ها در حقیقت متابولیت 3 کربونه و 2 کربونه میتونن آب رو جذب بکنن و در نتیجه ما شخص دچار اسهال بشه، دچار نفخ بشه و انقباضات شکمی رو در این افراد به همراه داره که در اثر این تخمیر لاکتوز توسط باکتری های روده هست. البته این عدم تحمل لاکتوز، این کمبود لاکتوز ممکن استش ژنتیکی باشه، یعنی شخص بعد به تولد آنزیمش دچار نقص باشه، یا اینکه مثلا به صورت اکتسابی هست این شخص دچار کمبود لاکتاز باشه به دلیل مثلا افزایش سن باشه یا مخاط در حقیقت رودش دچار مشکل شده باشه و شخص دچار کمبود آنزیم لاکتاز باشه.
دومین اختلال عدم تحمل شیر هست که به علت حساسیت پروتئین های شیر مانند بتا لاکتوگلوبولین هست ایجاد میشه. حالا برسیم به سوالات. خب در مورد سوالات ببینین اول گفته که در صورت مصرف داروی آکاربوز که یک مهار کننده آلفا آمیلاز هست و در درمان دیابت استفاده میشه، تجزیه در حقیقت قندهای زیر مهار می شود بجز. خب ما آلفا آمیلاز رو گفتیم که در حقیقت میتونه روی مالتوز بتونه اثر بذاره، روی در حقیقت میتونه آمیلوز اثر بذاره و گلیکوژن، یعنی میتونه پیوندهای آلفا 1 و 4 رو در حقیقت برای ما هیدرولیز بکنه. پس بنابراین توی مالتوز میتونه اثر داشته باشه، قند مالتوز ما، چون پیوندمون در حقیقت آلفا 1 و 4 هست. آمیلوز که در حقیقت میتونیم بگیم یک فرم ساختاری از نشاسته هست که گلوکوز ها، واحد های گلوکوز به وسیله پیوند آلفا 1 و 4 به هم دیگه متصل هستن، میتونه اثر داشته باشه. و گلیکوژن که تقریبا شکل آمیلوپکتین هست اما انشعابش بیشتره، اون هم پیوندهای آلفا 1 و 4 داره، البته آلفا 1 و 6 هم داره و میتونه در حقیقت آلفا آمیلاز روی اون پیوندهای آلفا 1 و 4ش میتونه اثر بذاره و اون رو در حقیقت یک بخش‌هایش رو هیدرولیز بکنه. اما در مورد لاکتوز یک قندی هستش که پیوند بتا 1 و 4 بین واحداش که گلوکوز و گالاکتوز باشن قرار میگیره. پس بنابراین ما این در حقیقت آلفا آمیلاز نمیتونه روی این در حقیقت قند اثر بذاره و جواب میشه مورد 2. اما سوال دوم گفته علاوه بر در حقیقت SGLT1 کدام یک از سیستم های ناقل زیر در انتقال گلوکوز از دستگاه گوارش به جریان خون نقش دارد؟ که مواردش رو میبینیم که گلات 2 و در حقیقت گلات 5 هستش، گلات 1 و گلات 2 هستش، گلات 1 و گلات 5 هستش و گلات 3 و گلات 5 هستش. خب ببینیم ما گفتیم که در حقیقت از گلات 2 و گلات 5 هستش در انتقال گلوکوز از دستگاه گوارش بر جریان خون اثر دارند. گلات 5 گفتیم که میتونه در حقیقت عمدتاً فرکتوز رو بتونه منتقل بکنه، البته گلوکوز و گالاکتوز هم میتونه منتقل بکنه، یعنی از داخل لومن روده میتونه وارد در حقیقت انتروسیت ها یا سل های اپیتلیال روده بکنه و بعد گلات 2 هستش که میتونه از داخل در حقیقت سل های اپیتلیال روده اون رو بیاد وارد این در حقیقت گلوکوز، گالاکتوز و فرکتوز بیاد وارد خون بکنه. پس بنابراین مورد جواب ما مورد در حقیقت 1 هست. اما برسیم به نکات کلیدی هضم و جذب کربوهیدرات ها. خب آنزیم های در حقیقت هضم کربوهیدرات ها که در دهان آلفا آمیلاز هست، آلفا آمیلاز البته بزاقی که هیدرولیز پیوند آلفا 1 و 4 رو به همراه دارند. دومی آنزیم در حقیقت پانکراسی هست که آلفا آمیلاز هست، البته آلفا آمیلاز پانکراسی که در حقیقت در هیدرولیز پیوند آلفا 1 و 4 نقش دارند. و خب در روده باریک هست که دیساکاریداز ها رو داریم که شامل مالتوز، ایزومالتوز یا دکستریناز هستش و لاکتاز و سوکراز هستش. اما جذب مونوساکاریدها از روده توسط در حقیقت انتقال دهنده های سدیم، گلوکوز سدیم هستش یا SGLT1 هستش از طریق انتقال فعال ثانویه که وابسته به پمپ سدیم پتاسیم هستش در خلاف جهت شیب غلظت انجام میگیره. و گلات 2 هستش که از طریق انتشار تحصیل شده در قشای قاعده جانبی یا بازولترال هستش یا در حقیقت بیزال هستش که مسئول انتقال مونوساکاریدهای گلوکوز، گالاکتوز و فرکتوز هستش از سلول‌های در حقیقت اپیتلیال روده یا انتروسیدا به گردش خون. و خب گفتیم عمدتاً فرکتوز از طریق گلات 5 هستش که در سطح در حقیقت مجرایی یا لومنی سلول‌های اپیتلیال روده وجود داره. فرکتوز منتقل میشه و وارد در حقیقت سلول‌های اپیتلیال روده میشه. ممنونم از وقتی که گذاشتید. منتظر ویدیو بعدی باشید. برای حمایت از کانال لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. در انتهای یک ویدیوی دیگه بهتون پیشنهاد میدم. خدا حافظ و نگهدارتون باشه.